مسئله 437 پدسامتری. صورت سوال اینه که یه اری بهمون میده، یه دونه تارگت بهمون میده. بعد همه مسیرهایی که جمعش اون تارگت میشه رو پیدا کنیم و بگیم چند تا مسیر. الزامی نداره مسیر رو از روت شروع بشه، الزامی هم نداره که به لیف ختم بشه. اگه که اینجا مثلا 5 و 3 8 میشه، این میشه یک مسیر. خب روش هایی که داریم دو تا روش کلیه. یک روش که روشیه که در حقیقت افیشنت نیست، روش ریکرسیویه که الان توضیح میدم چطوری. ما هر مسیری که جمعش تارگت میشه به هر صورت یا شامل این هست یا شامل این نیست. در نتیجه همه نودها رو یکی یکی امتحان میکنیم و همه مسیراشو میریم. یعنی چی؟ این در حقیقت الگوریتمشه. خب میایم چه کار میکنیم؟ میگیم آقا ما بیا نودا رو جمع بکن. اگه که نود ساممون مساویه با سام یا همون تارگتمون بود، کانت رو یکی اضافه بکن. اولا گفتیم که کانت لوکال نیست. بعد نودای سمت چپ، بعد نودای سمت راست. حالا ولی ما میدونیم که بعد از اینکه برای این چک کردیم میخوایم یکی بیایم پایین تر دیگه. در حقیقت حالا بعد همین نودایی سرچ کنیم که با این شروع میشه. خب در نتیجه یه داستانی که داریم مینویسیم is it new. اولین بار که میخوایم صداش بکنیم آره نیوه. در نتیجه نیو تروه، میریم سمت چپ رو صدا میکنیم و سمت راست رو صدا میکنیم. و هر بار که در حقیقت از اول داریم شروع میکنیم، تو فرض کن که الان از نقطه اول شروع کردی، این تروه، این در نتیجه میای سام رو مساویه با 0 قرار میدی و شروع میکنی از سمت چپ بعد سمت راست. یعنی همین جوری هم تراورس میکنی، در حقیقت میری از پایین شروع میکنی به ساختن میای تا بالا. این یک روشه که خب افیشنت نیست. چرا؟ چون برای هر نودی یک بار در حقیقت بعد این فکر میکنم n به توان 2 بشه، مطمئن نیستم، ولی چون مثلا تو باید یک دور برای همه اینا جمعای اینا رو حساب کنی، بعد این بعد این. روش بهتر چیه؟ روش بعدی روشیه که این آقای درس میده و کد این آقا هم دو تا کد میزنه. اون اولیه رو میگه، دومیه رو میگه. حالا من سعی میکنم همون اولیش رو توضیح بدم که به چه شکله. همین. خب ما داستانی که داریم اینه که میایم میگیم آقا تو وقتی داری رو این تراورس میکنی، تو حالا فرض کن ما الان میخوایم توی مثالی که صحبت کردیم میخوایم تنها حتما باشن. یعنی داریم الان نودهایی رو میگیریم که تن هست. ما یه چیزی داریم به اسم کارنت سام یا رانینگ سام که جمع همه مسیرهایی که این توشه. یعنی اولیش 10 یه دونه داریم، 15 اول یکی داریم، 18 یکی داریم، 18 و 3 21 یکی داریم، میایم بالا 17 یکی داریم، 17 18 این میشه 2 10 من همینجوری دیگه. خلاصه همه مسیر رانینگ ساما رو میسازیم. حالا فرض کن ما رسیدیم به اینجا 5 10 و 5 15 و 3 18 رسیدیم اینجا. حالا اگه که رانینگ سامای قبلی رو ازش کم بکنیم، در حقیقت ما یه چیزی داشته باشیم که 18 ماینس 8 که تارگته که میشه 10. اگه این تارگت این تو بود، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی اینه که ما جواب داریم. حالا اگه 2 تا توش بود یعنی ما 2 تا جواب داریم. در نتیجه این کدی که من اینجا نوشتم به بهترین نحو کار میکنه. اولین از اینجا شروع بکنیم که آقا ما یه متغیر تعریف میکنیم count و اینجا این count رو میگیم که آقا وقتی داریم ریکرسیو میزنیم نان لوکال. یه متغیر دیگه تعریف میکنیم complement یا که در حقیقت collections.default dict. دو تا موضوع اینجا هست. اولیش که collections default au dict. این int وقتی می نویسیم یعنی 0. در حقیقت این فرقش با این که ما یه دونه دیک خالی داشته باشیم اینه که وقتی صداش میکنیم اگه وجود نداشته باشه مقدارش رو 0 میذاره دفعه اول، یا دیفالتی که اینجا تعریف کردیم میذاره. خب اتفاقی که میفته چیه؟ آقا ما شروع میکنیم میگیم که آقا ما یه عددی داریم کارنت سام. اول کارنت سام ما اول شروع میکنیم که کارنت ساممون 0.
یه نکته دیگه داریم این است که کامپلمنت 07 یعنی چی؟ یعنی اینکه میدونیم که اگه در حقیقت مجموع یه سری چیز 0 شد یک دونه باید برای ما در نظر بگیره. این نکته مهمیه اینجا. حالا در حقیقت این کامپلمنت ما هم دوباره مثل کانت نان لوکال. خب اولیش این که خب معلومه اگه به نام رسیدیم ریترن کن. بعد کارنت سام رو مساوی با ولیوی جدید بکن. کانت رو مساوی با کامپلمنت کارنت سام منفی سام بکن. در حقیقت کارنت سام منفی سام. حالا اگه که نبود که خب صفره. اگه دوتا بود دوه. هر چی که بود با اون جمع میشه. بعدن بیا کامپلمنتمون رو کامپلمنت کارنت سام رو یکی بهش اضافه بکن. این کار رو برای سمت چپ بکن، برای سمت راست بکن و بعد یه داستانی که داریم وقتی برمیگردیم اون کامپلمنت رو باید ورداریم دیگه. اینجا میایم اون کامپلمنت کارنت سام رو وقتی برگشته به روت بالاتر یک دونه ازش کم کرده. این که اینو من دوباره چطوری توضیح بدم، تو فرض کن که 10 اصلا 10 ما از همین 10 شروع میکنیم. خب میدونیم که 10 کارنت سام ماینس فرض کن تارگت 10 اینا کارنت ساممون هم 10 دیگه 10 ماینس 10 میشه 0. خب 0 جوابمون باید یکی به اون برگردونه دیگه. پس اینجا باید داشته باشیم 0 خط فاصله 1. این همینه. 0 خط این همینه در حقیقت.